سلام عرض ادب. به بررسی یکی از شاخه‌های دیگه از دفاع دو اسب میپردازیم با انجام حرکت E4 E5 اسب F3 اسب C6 فیل C4 اسب F6 اسب G5 و D5 که بعد از زدن پیاده که ای در D5 حرکت اسب A5 باز هم میخوام تکمیل کنیم لاین قبلی رو که با انجام حرکت D3 انجام میشد. بعد از حرکت D3 ابتدا اسب رو به عقب میرونیم تا اینجا همه چیز مثل شاخه قبلیه. بعد از اون حرکت E4 میدونیم که نداره بزنه، اگه بزنه فیلش رو میزنیم. وزیر E2 اسب در C4 D در C4 فیل C4 تا اینجا همه چیز طبق واریانت قبلی پیش رفته. قلعه و حرکت اسب F D2 حرکت فیل G4 میدونیم که نمیتونه پیاده F رو برونه چون آچمزه، به ناچار وزیرش رو میذاره خونه E1 و وزیر D7 اسب B3 و حرکت زیبای فیل F3. توجه داشته باشید در واریانت قبلی با پیاده فیل رو زد، ولی اینجا شاخه رو بررسی میکنیم که سیاه فیلش رو میذاره خونه F4. خب حرکت وزیر G4 تهدید مات رو داریم. فیل به خونه G3 میاد که از مات جلوگیری کنه. اسب H5 دقت کنید قربانی زیبای سوار. این حرکت که حرکت بریلیانه. خب سفید اسب C5 رو شکار میکنه که این هم حرکت درستی نیست و اینجا حرکت اسب F4 میدونیم که نمیتونه با فیل اسب ما رو بزنه، اگر بزنه که مات میشه. بنابراین تصمیم میگیره که اسب D2 کنه با تهدید زدن فیل و با یک حرکت بازی به اتمام میرسه. حرکت زیبا و درخشان اسب وزیر H3 و اینجا سفید واگذار میکنه. اگر با پیاده بزنه با اسب مات میشه.